سنات یا پالاتای بالایی مجلس آمریکا طرح قانون را درباره میلیاردها دلار یاری به اوکراین و اسرائیل نپذیرفت. نمایندگان حزب جمهوری خواه در سنات برعکس برای نظارت جدی مهاجرت به آمریکا پول بیشتر خواستند. رهبر جمهوری خواهان در سنات با اشاره به افزایش مهاجرت غیر قانونی از سرحد مکزیک گفت که جلسه باید با نظرداشت منفعت‌های ملی آمریکا آغاز شود. در این طرح برای امنیت مرزهای آمریکا 20 میلیارد دلار، برای کمک نظامی و بشردوستانه به اوکراین 60 میلیارد دلار و به اسرائیل 14 میلیارد دلار پیش بینی شده است. به این طرح 51% از اعضای سنات مخالف برآمدند. تصدیق طرح کمک به اوکراین و اسرائیل چند هفته باز به بنبست دچار شده است. همه نمایندگان جمهوری خواهان در سنات و هم سناتور مستقل برنی ساندرز به این طرح مخالفت کردند. چک شومر سناتور از حزب دموکرات نیز به ضد طرح صدا بلند کرد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 6 دکبر هشدار داد که پیروزی روسیه در اوکراین به مسکو امکان می‌دهد به کشورهای دیگری عضو ناتو حمله کند و به این واسطه پای نظامیان آمریکایی را به جنگ کشد. اگر پوتین اوکراین را بگیرد با این قانع نمی شود. او دوام می دهد. تاریخ به آنهایی که از محافظت آزادی پشت گرداندند بها خواهد داد. ما نباید به پیروزی پوتین اجازه دهیم. ساکنان کیف میگویند که از تأخیر در کمک‌های نظامی نگران هستند و الکی تأثیر آن را حس می‌کنند. الکی این احساس می‌شود. یک دوستم به قریبی در جنگ کشته شد. به ما لازم است که زودتر یاری رسانده شود تا از مرگ نظامیان بیشتر پیشگیری کنیم. البته ما از کشورهایی که به ما کمک کردند سپاسگزاریم، ولی در این شرایط باید سناتورها زودتر راضی شوند. کنگره آمریکا از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 100 میلیارد دلار کمک را به اوکراین تصدیق کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین میگوید تأخیر کمک به اوکراین تهدیدی بزرگ برای این کشور است و این زمینه پیروزی روسیه را فراهم میکند. اوکراین امسال اعلام کرده بود که از موقع دفاع به حمله جوابی به ضد نیروهای روسیه میگذرد، اما نتوانسته است نیروهای روسیه را در خط پیش جبهه به عقب نشینی وادار کند.